مهرگان یکی از کهن‌ترین جشن‌های مردمی آریان‌نژاد بوده. گذشتگانمان آن را همچون ستایش و نیایش مهر یا میترو و رمز عهد و پیمان و دوستی و محبت آیین مهرپرستی تعبیر کردند. روی هزارها سال پیموده خلق ما در عرصه تاریخ تمدن با آمیخته روایت‌ها، افسانه‌ها و ایجادات شفاهی مردم به مهرگان پیوست است. بسیار معلومات و نام‌هایی که با آنها روبرو می‌شوید هنوز در زبان پدر و بابایان ما زنده است. احیای افتخارات ملی و به وجود آوردن شرایط مساعد جهت تشکل آن وظیفه مهم امروزیان است. جشن مهرگان یکی از ایتهای قدیمترین مردمان تاجیک میباشد که همچون ایده مهر و محبت، دوستی و رفاقت آدمان به یکدیگر، نکوکاری، تنتنی دستاوردهای برزگران است که نیاگان ما بعد جمع‌آوری حاصل تجلیل می‌کردند. این جشن روز 16 مهر که آن را روز مهر می‌نامند برگزار می‌گردد. این جشن برابر انکشاف یافتن کارهای دهقانی و جاری شدن تقویم دهقانی پیدا شده است. مهرگان اساساً ایده حاصلات است و در آغاز فصل تیر جشن گرفته می‌شود که با حساب میلادی از 23 سپتامبر تا 22 اکتبر دوام می‌یابد. دهقانان در همین روزها به جمع‌آوری غله سر می‌کردند. با توجه به این که مهرگان یکی از جشن‌های سه‌گانه مشهور و معروف مردمی تاجیک و فارس می باشد و پیدایش و تکامل تحول من بعدش اساساً با شغل کشاورزی روزگار اهل فرهنگ است. با دستور اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت کشور محترم امامی رحمان این ایدی باستانی هر سال چون ایدی ملی دولتی با شکوه و شهامت تجلیل می گردد. دانشجویان و استادان فاکولته بیولوژی و شیمی دانشگاه دولتی خودجان به نام اکادمیک باباجان غفورov با مقصد سزاوار جشن گرفتن این سنه تاریخی جمع‌آمدی با شکوه دایر نمودند. نزد حاضرین استادان و آموزگاران دانشگاه سخن نموده ابراز داشتند که در حقیقت در دوران قدیم گذشتگانمان برای آنهایی که ریسک و روزی می آفریدند توجه خاص ظاهر نموده با مقصد گرامی داشتن عنعنه‌های ملی چنین تدبیرها را روی کار آوردند. در چاره‌بینی دانشجویان با نمایش صحنه‌های رمزی، طرز جمع‌آوری حاصل و نگهداری آنها منظور اهل نشست نمودند. مثلا دهقانی با تدبیر باغونیچینی حاصل مشغول بود. به باغی او یک گروه گلدخترکان آمده دست مدد دراز نمودند که این بازگو از سنت‌های اجدادان ما میباشد. هدف از گذراندن این چاره‌بینی در آن است که در روحیه جوانان امروزه پیدا کردن حس وطن دوستی، حس مهنت دوستی، حس مسئولیت شناسی و ما افتخار از آن میکنیم که با سپارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت جناب عالی محترم امام علی رحمان در سراسر تاجیکستان ایدی مهرگان در یک روی بلند، در یک مقام بلند گذرانده شده است که ما از آن افتخار میکنیم. همزمان بخشیده به این روزی فرخنده یک گروه دانشجویان شعرها از اشعار بزرگان قرائت نمودند که بازگو از عرف و عادت‌های مردم تاجیک بود. چاره‌بینی را سرود و ترانه‌های جذاب تراوتی تازه بخشید. ایدی مهرگان ایدی حاصلخونداری است. ایدی حاصلخونداری دهقانان می باشد که این از تمدن آریان‌نژاد که به خلق تاجیک و فارس خاص می باشد تا دوره زمان ما آمده رسیده است و امروز ما کل جوانان فاکولته بیولوژی شیمی تصمیم گرفتیم که این ایدی جهانی را، این ایدی تاجیک و فارس را در فاکولته خود با یک شکوه و شهامت خاصه بلند جشن گرفته باشیم. موافق آیین گذشتگانمان در روزهای جشن مهرگان مراسم‌های زیادی صورت می‌گرفتند زیرا از دوره‌های باستان شغل اکثریت آدمان کشاورزی بود. خوشبختانه در فضای آباد و آسوده استقلالات دولتی این عرف و عادت در کشور ما تا به حال پابرجاست.